سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش، سلام بر فلسطین و خونهای به نوحه ریخته‌اش. و معادلات رو تشخیص بدیم و بدونیم در کدام نقطه دنیا ایستادیم، مقابل چه کسی و حامی چه کسی هستیم. اگه این قصه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم که مبنای شکل‌گیری حرکت انقلاب اسلامی ضد استکبار و حمایت از محرومان اتفاق میفته که امروز دنیا داره اشک میریزه برای این سرباز، این سردار دیپلماسی کشور. لذا شناخت این صحنه به نظر من امروز بر ما نهادهای فرهنگی مهمه. باید کرده خدمت، روی کرده کار و در این حال با همه این اختزاعات و دلمشغولی ها و مشکلات در حوزه‌های اقتصادی هیچ موقعی نبود که ما درخواستی برای حوزه فرهنگ داشته باشیم و این شخصیت بزرگ دریغ کنه. شما